با عرض احترامات مجدد، سلام احتراماتم را قبول کنین خوارا و برادرای عزیز. قراره که ما پیشتر گفتم ما میخواهیم از شمعی از فعالیت‌های گذشته را پیشکش کنیم به شما و تا شما ببینین که خوارا و برادرای عزیز ما در سرتاسر دنیا در قسمت به دست آوردن چیزی که حقشان است، فعالیت‌ها و زحمت‌هایی را کشیدن که امید است خوشتان بیه و مورد قبولتان باشه. ما میریم حال شمعی از جرگه هالند به خدمتتان پیشکش میکنیم. نن اتلسم د جون کال 2011 د ډیورند د کرښې په باره کې او د ډیورند په موضوع د جرګې په باره کې د آرزو هوټل کارمندان تاسو ته د زړه له کومې ښه راغلاست وایي. په شروع کې د محترم قاری جمشید نه هیله کوو چې قرآن شریف تلاوت وکړي. محترم قاری جمشید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. پروردگار خدایا، به پیران ما عزت، به زنان ما عفت، به جوانان ما جوانمردی، به کودکان ما ادب، به دینداران ما علم، به عالمان ما مسئولیت و به میهن ما سرفرازی عنایت بگردان. ده هر چا پزرکی پروت یو غم و درد وی، خو زما د زړه په سر د وطن غم پروت. هغه ورځ به شم زړون په دواړو سترګو، هغه ورځ به شم زړون په دواړو سترګو، نظرانه مې که د اوښکو ماښام نه وي. ای وطنه، د آسمان د نیمو شپو ستوري شاهد دي، د آسمان د نیمو شپو ستوري شاهد دي، که می خوب لا بې له تا وي ملامت یم. دوستان محترم، از محترم آقای شریفی رئیس جرگه دیورند در حالند تقاضا میکنیم که محفل ما را آغاز کنند. محترم آقای شریفی. ناز دارد به سر و سامانیم، برق در برق قطره طوفانیم. گر ندانی غیرت افغانیم، چون به میدان آمدی میدانیم. تا به چند ای خصم میترسانیم، گر ندانی غیرت افغانیم، چون به میدان آمدی میدانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه تشریف آوری شما دوستا را از راه‌های دور و نزدیک، از هر گوشه از اروپا تشریف آوردین خیر مقدم میگم. بسیار زیاد خوش آمدید. علل خصوص جناب آقای متین صاحب رئیس جرگه که از امریکا تشریف آورده باشند، با برای خانم عزیزشان خیر مقدم میگم. بعد خدمت شما عرض کنم که دوستایی که در رابطه با جرگه همراه همکاری کرده، از کمیسیون حقوقی، کمیسیون فرهنگی، کمیسیون تبلیغات، کمیسیون تشریفات و کمیسیون مالی، ازشان یک جهان سپاس و تشکر میکنم که مرا همکاری یاری کردن در این مورد. در لابلای برنامه کدام کوتاهی، کدام کمی وجود داشت، ما را به بزرگوارتان ببخشید، چون واقعا خواهی نخواهی جرگه دیورند در هالند برای اولین بار برگزار شده. ما چندان تجربه نداشتیم در این کار، به او خاطر احتمالاً کوتاهی‌های صورت خواهد گرفت. در ضمن خدمت دوستان عرض شود که من خودم شخصا در رابطه با دیورند صحبت نمی‌کنم، به خاطر اینکه دانشمندان بزرگوار توانای اینجا ششتن. اینا فکر می‌کنم که به اندازه کافی موضوعات با خود آوردن میخواهند تشریح کنند خدمت شما. و فقط صرف ما همین هیئت رئیسه که پیشنهاد شده این را معرفی میکنم. شما کسایی که عضو هیئت رئیسه هستند لطفاً در جایگاه هیئت رئیسه تشریف ببرند تا باز جلسه را همچنین ما رسما شروع بکنم. هیئت رئیسه هستند محترم قاصد ملیار، شخصیت فرهنگی سیاسی و شاعر فرهیخته زبان فارسی. لطفاً در جایگاهتان تشریف یک کف بزنید. قاصد ملیار است به ما شما صدای شیرینش از طریق تلویزیون یاران افغانستان بعضی اوقات شنیدین. شعرهای سیاسی انتقادی را همیشه اونا زمزمه میکنند که همگی با صدای نازنینشان آشنا است. محترم آقای فیضی
فعال در انجمن هزاره‌های هلند. محترم حاجی صاحب جیلانی خان، هیئت از شخصیت‌های اجتماعی در هلند که تمام افغان‌هایی که در هلند هستند با نامشان آشنایی دارم. واقعا یک آدم خیرخواه، خیراندیش و بزرگوار هستند. استاد محمد یونس برکی، رئیس انجمن همگانی افغان‌ها در انگلستان، واقعا شخصیت فرهنگی، شخصیت سیاسی بزرگی که در برنامه‌های دوران جرگه ما را هم دو سه روز پیش آمدن با فامیل خود ما را همکاری کردنشان جهان سپاس میکنم. بفرمایید. محترم شیراقا آریا، رئیس کلتوری فرهنگی بون و مشاور سیاسی آقای متین که واقعا شخصیت سیاسی هستند، آدم فرهیخته هستند، ازشان خواهش میکنم که در جایگاه تشریف بیارند. محترم نجیب الله رحمانی هم یکی از همکارای فرهنگی دوران جرگه هستند. شخصیت اجتماعی سیاسی از کشور بلژیم تشریف آوردند که با ما همکار هستند. محترم خانم زرغونه، رئیس کمیسیون زنان. خانم زرغونه واقعا ما را افتخار بخشیدن. اولین کسی بودن که در رابطه با موضوع دوران من همراهشان هم صحبت شدم و ما را واقعا در این راستا بسیار کمک کردن. من ازشان بسیار زیاد تشکر میکنم. واقعا محترم حمید عمریار اما عامل و سرپرست مدیای دوران جرگه هستند که واقعا آدم زحمتکش پرکار هستند. ازشان خواهش میکنم که در جایگاه تشریف بیارند. محترمه لونا جان ولید، رئیس فدراسیون افغان‌ها در هلند و فعال فرهنگی اجتماعی در هلند. این همشیره خانم فرهود صاحب، واقعا اینا هم زیاد زحمت کشیدن. محترم داود جان نعیمی، یک فعال سیاسی، یک جوان بسیار با استعداد، کسی که واقعا اولین قدم با ما برداشته در این مسیر، در این راستا. من ازشان بسیار زیاد تشکر میکنم. خب چون خانم فرهود صاحب تشریف ناوردن، ما صاحب از محترم غلام محمد زرملوال، شخصیت فرهنگی اجتماعی از لندن تشریف آوردن. ازشان خواهش میکنم که بیاین به جایگاه تشریف بیارند. بسیار زیاد تشکر از شما دوستان. من بقیه برنامه را واگذار میشم به همشیره خود که برنامه را بجیران. خدا حافظ. تشکر محترم آقای شریفی. د محترم صدیق متین د دیورند جرګې مسئول څخه هیله کوو چې تشریف راوړي او خپلې خبرې وکړي. محترم صدیق متین. بسم الله الرحمن الرحیم. د دیوران جرګه د وطن په ازادي باندې جرګه ده،
دا جرگه به شیر سرخ که میل مانده خار پخار کلی به کلی انگامه ده غرورقو که پورت شوی زمزمه ده فضلگی ده آسیا که ولوله ده وی خوی ویده لخوب غلبله ده سبازیری لتیاروسا کنن نشپه ده ده سهار نسیمی زیری نخانه ده از کدنگ ده ظلمی بکلی شمله ده دا شمله ده پلار نیکونو خزانه ده روی ولو پا گڑی فیصله ده پیوستون ده بدلونونو پیل آمده را روان هر لوری قافله ده یو سرود یو آواز یو ترانه ده کلاسون سر ور نکلو نو بورک شو کلاسون سر ور نکلو نو بورک شو د دنیا په ولسونو کې بس پک شو فریاد ما به کاخ ملت این چنین بود فریاد ما به کاخ ملت این چنین بود دیورند نام نهاد به ما شرم و کین بود افغان به هر طرف که بود یک برادر است افغان به هر طرف که بود یک برادر است در زیر آسمان وطن یک برابر است زنده باشید زنده باشید پیش از اینکه ما صحبت‌های خود شروع کنم اول از تشریف آوری شما ما خیلی قدرمند و خوشحال هستم هر قدمی که شما به طرف حال آرزو ماندین خداوند اجرش به شما بده ما ممنون هستیم ملت افغانستان ممنون شماست ما خدمتگار شما هستیم بدون شما ما هیچ چیز نیستیم دوما از جناب محترم شریفی صاحب و بزرگوار هر یک ما تشکر میکنم که در قسمت تدارکی دیران جرگه تلاش بی‌نهایت به خرج دادن شریفی صاحب محترم بسیار زیاد تشکر و از برادرای محترم خواهرای محترم و کمیسیونایی که در این را کمک کردن در قسمت تدارکی جرگه ما قلبا تشکر میکنم ما بخواهیم که از هر برادر خود شخصا خصوصا از برادر بزرگوار ما قاصد صاحب و برادرای بزرگ ما هر یک برکی صاحب زاهد جان بیزاد مایی جان قاسم صاحب ترین دکتر صاحب رحمانی دکتر صاحب خادم توخی صاحب جمیلی صاحب انجینر زلمای برادر عزیز ما بلق بریالای زرملوال صاحب سنگروال صاحب سرور صاحب با صاحب برادر ما سید زاکر شاه خانم صاحب کاکر دکتر صاحب عبدالله دکتر صاحب وحید برادر ما فدا محمد نومیر سید زاکر شاه صاحب انجینیر صاحب اشرف و از برادر عزیز ما مسکنیار صاحب بسیار زیاد تشکر میکنم که در قسمت های پروگرام های تلویزیونی با ما همکاری کردن از حکمی صاحب از برادر بزرگوار ما و گرامی ما آریا صاحب برادر عزیز ما امان صاحب وحید تشکرات قلبی خودم از حاجی صاحب فیضی و قادری صاحب و امید جان عمریار و سایر دوستا و برادرای بزرگوار خود حاجی صاحب بسیار زیاد تشکر از کمک‌های شما و سایر برادران و خواهرای خود تقدیم میکنم. اولین چیزی که من میگم و اوست که دیر
محترم خواند و آورون و استلمش خراغلاست. بازم من میگم از آمدن و اشتراک نمودن شما در ایدای ملی و پیدا کردن راه حل به ایدای ملی که فریضه هر افغان باعث و ملی می باشد. ما در ابتدا میگم زنده باد اتحاد ملی افغانا از آمو تا سند. یک ذره قوی‌تر. زنده باد اتحاد ملی افغانا از آمو تا سند. تردوی لروبر افغانان. یک ذره قوی‌تر. تردوی لروبر افغانان. زنده باد ایدای ملی و حرکت ملی. زنده باد مبارزه ملی برای حل معضله ملی ما. ژوندی دوید افغانان و یواله. ما در خبر رسیدلی دی که زمون مشر افضل لالا توقیف غندی شرایط قرار لري. زه وایم ای زمون وفادار او ملی مبارز مشر، تاسو ته وایم مونږ ټول تاسو سره یو او تاسې زمونږ په خاطر کې یاستئ. مونږ هیڅ وخت تا نه هېروو. خدای پاک تاسو سره ده. زمونږ مبارزه را روانه ده. موضوعاتی که در مورد آن میخواهیم که در این کنفرانس صحبت کنیم موضوعات مربوط دیوان جرگه و تاثیرات آن از این قبل خواهد بود. اول بسیاری ها کوشش میگن که موضوعات دیوان جرگه اگر فصل شود افغان ها قسمت اغلب نفوذ افغانستان را تشکیل خواهد داد. اول. دوم، حل معضله دیورند از نگاه ملی بدون در نظر داشت اجندای شخصی، قومی، منطقوی، لسانی با در نظر داشت شرایط فعلی دنیایی و شرایط کنونی داخلی پاکستان و پیدا نمودن راه‌های مثمری برای حل این موضوع مطرح می‌شود. سوم، اشخاص و کسانی که منفعت شخصیشان در خطر است طرفدار تداوم حالت فعلی در دو طرف خط دیورند می باشند. آنها ادعا می کنند که شرایط در آن طرف خط بهترتر و 1% اقلیت‌ها در اردوی پاکستان برای این اشخاص هویت ملی افغان‌ها مطرح نمی باشد. چهارم، یک گروه خودفروخته موضوع خط دیورند را از نقطه نظر دینی می‌نگرند. چرا آنان خودفروخته آیسای می باشند؟ با کشیدن ماسک اسلام مرتکب جنایات شدید اسلامی و بشری می شوند. مثلا در ارسال اولادهای صغیر و خودکشی و از بین بردن تعداد کثیر وطندارای ما. پنجم، گروه باحث و وطن پرست وطن دوست که در امریکا و اروپا زندگی میکنند، گرچه زندگی آرام و خوشی دارند اما حب وطن آنها را آرام نگذاشته در صدد پیدا کردن راه حل مسئله دیورند می باشند. موضوع خط دیورند به تاریخ 13 نوامبر 1893 امیر عبدالرحمن خان 50% قلمروای افغانستان را از دست داد. نه تنها راه‌های زمین‌های ما را بلکه راه‌های مواصلاتی و بحری افغانستان هم از دست افغانستان رفت. مردم هر دو طرف و مقابل این موافقتنامه ناخشنودی شدید را نشان میداد، اما امیر شعارهای اسلامی میداد و خشم و غضب مردم را آرام میساخت. افغانان در عرصه جنگ کامیاب، ولی در عرصه اقتصاد و تجارت و اقتصاد قربانی سیاست دشمنانه انگلیس زمان
و پاکستان فعلی می شوند. با تأسیس پاکستان در سال 1947 اعتراضات مکرر افغانان بر علیه بی‌عدالتی دولت پاکستان گردمایی و اعتراضات آنها توسط قوای نظامی سرکوب شد. چنانچه سال 1948 جرگه بزرگ 400 که مرکب از هزاران نفر بود گلوله شد. همینطور در سال 1949 قوای پاکستان خراجات افغانها و پشتونها و حتی پکتیا را بمباردمان کرد. در سال 1947 حق انتخاب افغانها یا پشتونها و پاکستان و انسان مطرح شد که واضحاً افغانها طرف مسلمانان یعنی پنجابی ها را انتخاب کردند. در سال 1949 پاکستان اعلام نمود که جدا شدن افغانها از خاک پاکستان امکان ناپذیر است. در 26 جولای 1949 شورای ملی تمام معاهدات انگلیس را لغو اعلام کرد و افغانان چهره شوم پاکستانی ها را قبول کرده نمی توانستند تا لیاقت علی خان توسط پسر ببرک زدران به قتل رسید. علت آن تمسخر و صحبت های ناعادلانه در مقابل افغانان. با وجود آمدن داود خان به حیث صدر اعظم موضوعات مهمی که داود خان مطرح بحث گرفت او عبارت از تجهیز بهتر قوای مسلح، انکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان، حل مسئله دیورند. برای رسیدن به اهداف فوق داود خان در صدد کمک‌های بین‌المللی بالخصوص در سال 1955 نوامبر در لوی جرگه شد. خصوصا امریکا جواب مثبت برایش نداد و داود خان مجبور به دریافت کمک از شوروی شد. موضوع خط دیورند رسمیت پیدا کرده. روس‌ها اسلحه‌ای را که به افغانستان می‌فروختند اصرار می‌کردند که این اسلحه‌ها در عملیات تعرضی به کار نرود که دلیل خائنی‌شان آنها می‌خواستند که جنگ سرد روس‌ها با امریکا به جنگ گرم تبدیل نشود. خصوصا در این مقطع تاریخ تاجران سیاسی رولشان بسیار زیاد شد که این رول پاکستان را در ماورای خط دیورند و داخل افغانستان قوی‌تر ساخته. بعد از کودتای داود خان مبارزین پشتون اسلحه به دست نیاوردند. در اطراف خط دیورند زمینه برای به وجود آوردن یک رژیم اسلامگرا به عوض ملیخواهان تبدیل گردید و تحرک آنها در زمینه شورای حکومت پنجابی که آنها به آرامی زندگی میکردند و خصوص از بین بردن قوای منظم افغانستان. خصوصا در زمان جمهوریت داود خان افغانان جلا از وطن در کمپ ورستک در حدود 5000 آمده به تخریبات در داخل افغانستان شدند. با عرض احترامات مجدد خدمتتان عرض میکنم که ما میخواهیم که کارهایی که در 3 سالی که ما کردیم و خواهرها و برادرای عزیز ما زحمت‌ها رو متقبل شدن، او کارهاش یک شمیش به شما نشان بدم. شما ببینین که ما کدام دشمنی با مردم پاکستان نداریم. تنها یگانه مشکل ما با اردوی پاکستان است و آیسای است که اونا میخواهند که افغانستان از بین ببرن، بالای مردم افغانستان ظلم و ستم کنن. مثلا از نظر نظامی هم این رواست که شما با دشمنی که نزدیکتر است به شما به او تمرکز کنین تا اون نتونه که شما را بر شما آسیب برسانه. دیگه به این ترتیب اگر فعلا پاکستان همسایه ما نمی بود، ما فکر نمی کنیم که پرابلم های عمومی که بالای مردم افغانستان تسلط داره که بدبختی هست و این تعداد کثیری همشیره ما بیوست یعنی همچون مشکلات هم می داشتن. شما ببینید در ناحیه مردوج بدخشان 10 پلیس ما را جای به جای کشتن، جای به جای لغمان حمله کردن. این کلش فعالیت های آیسای پاکستان است که میخواهند از نظر روحی مردم افغانستان زیر تاثیر ببرن و
و چیزی که اونا میخواین بالای مردم افغانستان تحمیل کنن. پاکستان باید از این آگاه باشه که یک نوزت افغانی در حال اوج است و این نوزت افغانی و آزادی‌خواهی مردم افغانستان در مقابل پاکستان بسیار زیاد اوج گرفته داخل خود افغانستان و ما در نظر داریم که انشالله یک حرکت عمومی در مقابل فعالیت‌های قتلبار پاکستان بالای مردم افغانستان برای پرتیم انشالله در داخل خود افغانستان و ما این پرابلما و این قتل قتال که بالای مردم افغانستان واقع میشه ما به شکل عمومی باید از بین ببریم، جلوش بگیریم و باید با جوامع بین المللی خصوصا به ناتو و امریکا باید گفته شود که مردم افغانستان دیگه صبر و تحمل عملات پی در پی آیسای پاکستان نداره. دیگه به این ترتیب تا میتونیم تا که قدر و وسع ما است ما میتونیم به اصطلاح بر ضد حرکات ناشایسته آیسای پاکستان حرکت خواهد کردیم انشالله. ما میخواهیم که یک قسمتی از دولت جرگه واشنگتن هم بر شما نشان بدم، لطفا با ما باشین. ما مقابل وایت هاوس هستیم، موتر پارک کردیم اینجا. میخواهیم که با پیغام خود برای تمام مردم بدیم. پارک وایت هاوس است. در پیشروی وایت هاوس است. ما خانه کنیم فیلمگیری کردیم و مسیج قدر برای اوباما میتیم. I'm in front of the White House و در مقابل White House هستیم. مسیج خودم میخوایم برای پرزیدنت اوباما و پرزیدنت بایدن بدیم که در آینده باید پاکستان فتح کنه و این مسیج ما به تمام افغانان در مملکت هستند باید این کار کنند، در مرکز برند مسیج خود برای رئیسای جمهورش برسانند. قرار که شما میبینید. بسیار زیاد تشکر. افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سیاپات افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو ټول راشي افغانانو سیاپات افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سیاپات افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل
د پلار نیکای دیرته راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو خپل خاور ټول راشي افغانانو سیابان افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاور خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سیابان افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاور خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاور خپل ځان کړو راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو خپل خاور زموږ کعبه ده زموږ د پلار نیکۍ دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خداوند توانا و دادگر. آن که در نگاه تو خورشید خفته است پرواز را به نام تو آغاز می کنم. خواهران و برادران گرامی، افغانای تیم ویرجینیا و هومه، از همه اولتر تشریف آوریتان را به محفل جیورندرگه از هم قلب خوش آمدید میگم و با اجازه شما محفل امروزی خود را با تلاوت چند از آیه قرآن پاک توسط محترم سید عبدالشکور افتتاح میکنیم. محترم قاری عبدالشکور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر ولله الحمد. كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير. اللهم افتح علينا أبواب الخير والفتح فإنك خير الفاتحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اظهار شکران و سپاسگزاری میکنیم تا مجلس ما را رنگین بخشید. اگر از بلخ، اگر از کندهاریم، اگر از بلخ، اگر از کندهاریم، همه پرورده یک کوساریم. در این دریای ناپیدا کرانه به یک کشتی طوفانی سواریم. حضار محترم، اکنون از محترم صدیق متین مؤسس و بنیانگذار خط دیورند خواهش میکنیم تا به استیج آمده و مقاله خود خدمت شما تقدیم کنم. محترم صدیق متین. بسم الله الرحمن الرحیم. علیم صاحب اگر امکانش باشه که سرود ملی رو بنوازین، بعد از او بخیر ما شروع میکنیم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم. درنو خویندو اورونو خراغلاست. اولا تشریف آوری شما را از صمیم قلب
تشکر میکنم و ای که شما به دای ملی تشریف آوردین. خداوند جل جلاله بر شما برکت بده و فامیلای شما برکت بده، چرا شما میفهمین که در مقابل افغانستان، در مقابل مردم افغانستان، مقابل خاک افغانستان یک بی‌عدالتی در سال 1893 واقع شده به اصطلاح و هدف ما هدف عمده دیورند جرگه الحاق مجدد خاک‌ها و قلمرو دزدی شده ما و بنادر بحری ماست. به عباره دیگر مبارزه علیه بی‌عدالتی آیسای و دولت پاکستان و تعرض مکرر قوای نظامی پاکستان بالای خاک‌ها و مردم ما و شهادت تعداد کثیر و طور متداوم وطنداران ما می باشد. استرداد خاک غصب شده در سابق از آمو تا دریای سند یک واجبی ملی بوده. در عین حال لانه های تروریستی در داخل خاک غصب شده ما و ختم تجارت دولت پنجابی از خون افغان ها می باشد. ما نه تنها به حقوق حقه خود در آینده نزدیک می شویم، ما با چشم و سر شاهد تقسیم و تجزیه پاکستان متجاوز خواهم بود انشاءالله. جای شک و تردید نیست که پاکستان برای بقای خود دست و پنجه نرم می کند. سازمان های جاسوسی آیسای پاکستان و نوکرانشان آرامی ندارند. آنها می خواهند با تمام امکانات به طرف دیورند جرگه سنگ اندازی کنند. من به شما اطمینان می دهم که فرزندان دیورند جرگه در هر گوشه و کنار دنیا بیدار و باهوش بوده و هر حرکت دشمن را افشا می کند. ما تجربه داریم که آیسای در زمان جنگ و یا جهاد مقابل روسها مجاهدین را به چندین دسته تقسیم کردند، اما فعلا مردم افغانستان هوشیار شدند و دستگاه جاسوسی پاکستان در به وجود آوردن تفرقه عاجز شده، چرا مردم ما آگاه شدند. راز دولت پاکستان افشا شد. حالا آنها هیچ غلطی کرده نمیتوانند. اگر راکت فایر میکنند و یا به هر وسیله تروریسم و مواد منفجره را حتی در قطعی های مواد غذایی با مور و لاک کمپانی های شناخته شده در قطعی های سربسته به افغانستان روان می کنند. دیورند جرگه را به هزار نیرنگ می خواهند که رخنه وارد کنند و توسط نوکران خود هزاران پروپاگاند کنند. بعد از این بی اثر خواهد بود. حکومت پاکستان و استخبارات آیسای و نوکرانشان در جهان نامبد شدند و هیچ مملکتی بالای آنها اعتبار ندارند. هموطنان گرامی، دیورند جرگه از افغانستان عزیز و شما افغانای عزیز در سر تا سر جهان است. وظیفه همه ما شماست که آن را هنوز هم استوار و پایدار بسازیم. در تقویت آن از هر نقطه نظر کمک کنید. همه ملت ما افغانای عزیز اعضای شورای این جرگند. از نقطه نظر سیاسی، فرهنگی، حقوقی و مالی جرگه تان را تقویت کنید. موضوع عمده سیاست پاکستان پنجابی و آیسای قتل شخصیت های ملی افغان بوده، چی پشتو زبان
و چی در این زبان باشد، افغانهای ما با خبر باشند که در این اواخر موضوع خط دیورند را به شکل ملی طرح نکرده و میخواهند به شکل پشتو و دری طرح کنند که این یک خیانت ملی است. در طول 5000 سال افغانها یک جای زندگی کردند و نوکران آیسای این موضوع را طرح میکنند. آیسای نه سران پشتون را که در حدود 7000 نفر شهید و سران دری زبان را آری از گزند نمانده، مثلا قتل استاد ربانی و شهید مسعود و پاکستان مناطق افغانستان را تفکیک نمی کنند. دری یا پشتو می خواهند تا مزار شریف را در قبضه خود در خواهد آورد و سران آن را از تیغ خواهی کشید. صحبت اقلیت و اکثریت مثلا پشتون و افغان و دری زبان یک صحبت خائنانه بوده. همه ما به هر زبان برادر می باشیم و یگانه دشمن مشترک ما آیسای پاکستان می باشد. ما از تمام وطن دوستان خواهش می کنیم که تسلیم قلمرو ملی را از این به بعد در زبان نیاورند که این چنین صحبت ها منافع ملی افغانستان را برآورده نساخته و ملت افغان را ضعیف می سازد. دیورند جرگه عقیده دارد که همچی صحبت های غیر ملی و غیر افغانی بوده، این چنین اشخاص در بین جامعه افغان جای ندارند. ما همه در 5000 سال بر گروه و زبان تعلق داریم و طور دائم از تمامیت ارضی افغانستان دفاع کرده و دفاع میکنیم. فعالیت سیاسی دیورند جرگه تشکیل کنفرانس بین المللی در مورد حل مسئله دیورند بالخصوص دولت امریکا و جوامع غربی و ملل متحد به شکل صلح‌آمیز می باشد. ما از دولت امریکا و افغانستان تقاضا داریم که بالای موضوع دیورند اعلامیه رسمی صادر و این موضوع مورد بحث جامعه بین المللی قرار گیرد. دیورند جرگه رول عمده را در این کنفرانس ها بازی خواهد کرد تا ظلم و ستم از بالای مردم افغان خلاص و ما به حیث یک افغانستان واحد زندگی کنیم. با آزاد نمودن مناطق ما و دستیابی ما به بنادر بحری، ما افغان‌ها از نظر انکشاف تجارت و اقتصاد ارتقای بسیار زیادی خواهم کرد و رشد اقتصادی در این مناطق بلندتر از سایر مناطق خواهد بود. بالخصوص استخراج معادن و صادرات آن توسط راه بحری و اقتصاد افغانستان بسیار مؤثر واقع و افغانستان به طرف صنعتی شدن روان و از یک اقتصاد استهلاکی به اقتصاد تولیدی تبدیل خواهد شد. دیورند جرگه به حیث یک برادر کوچک با دولت افغانستان در مدد خواهد بود که بی‌عدالتی پاکستان و آیسای را در افغانستان محو و ناپدید و در مقابل دشمنان ملی افغانستان مبارزه خواهد کرد. ترقی و تعالی دولت افغانستان عزیز مربوط کوشش و تلاش دست جمعی همه افغانان می باشد. اشتراک دست جمعی مردم و محو رشوت و بیرون کشیدن خائنان از سیستم دولتی و جاگزین کردن آن با اشخاص صادق و وطن دوست یکی از اهداف ملی و رول دیورند جرگه تقویت دولت افغانستان و مبارزه علیه هر گونه تهدید پاکستان در مقابل افغانستان واحد خواهد بود. در خاتمه ما می‌خواهیم که بعض پیغام‌هایی که از برادران ما از سر تا سر دنیا رسیده
او پیغامایشان بگوییم. اعضا و ریاست عمومی شورای عالی دیران جرگه اروپا برابری برادر بزرگوار ما قاصد صاحب تبریکات خود به تمام خواران و برادران تقدیم میکنند و در این حال آقای برکی از لندن تبریکات خود تقدیم میکنند و برادر ما رحمانی صاحب از بلژیم تبریکات خود را به شما تقدیم میکنند و در این حال استانکزی صاحب از هلند تبریکات خود را تقدیم میکنند. موضوع در این حال خطاب صاحب مالک تلویزیون پیام افغان هم تبریکات خود به خدمت شما تقدیم میکنند. موضوع عمده است که خط دیورند لاین در 118 سال بین افغانستان و پاکستان به اصطلاح بعد از تأسیس پاکستان خط دیورند لاین وجود داشت. پاکستان از نقطه نظر قانونی یک مملکت ساختگی است به اصطلاح، برای که نیم خاکای هندوستان وقتی که هند برطانوی از قاره برآمدن نیم خاکای هندوستان غصب کردن، نیم خاکای افغانستان و پاکستان تشکیل دادن. از روز اول پاکستان با افغانستان سر دشمنی و بی‌عدالتی را گرفت تا به امروز. و حال از این که ممالک غربی در افغانستان وجود داره و این زمینه را بر ما مساعد می سازه که ما به اصطلاح تقاضا نماییم تا قلمروی غصب شده ما که بنادر بحری ما دوباره با ما استرداد شود و این بهترین وقتش است. از نقطه نظر سیاست امریکا ما فکر میکنم که اگر ما شما سر صدا را بلند نکنیم امریکا خودش نخود به طرف ما آمد و در این موضوع ملی یا ایدای ملی ما یعنی رضاکارانه به ما کمک کنند. قراره که ما آگاهستم از سیاست امریکا. فعلا سیاست امریکایی است که باید تمام افغانان اتحاد اتفاق کنند، در هر گوشه و کنار دنیا صدای بکشند و این صدا بسیار مثمر واقع خواهد شد که امریکا و ممالک غربی به این پرابلم ملی ما توجه کنند. به این اساس بود که ما دیورند جرگه لندن دایر کردیم، دیورند جرگه هلند، حال دیورند جرگه واشنگتن که خوشبختانه شما اینجا تشریف آوردین. تقاضای ما ایست از تمام خوارا و برادرای ما که اگر میتونن از نظر سیاسی وقتی که فرصت براتون دست داد با کانگرسمنتان و سناتورتان شما باید تماس شوین و این آواز خود را بلند کنین. موفقیت بزرگ ما فعلا در داخل خود افغانستان است. ما تقریبا 32 ایالت ما فعلا کور کردیم و اوجا برادرای ما خوارای ما به طور رضاکار بدون از این که کدام کمک مالی به اونا شوند در فعالیت هستند. یعنی شما وقتی که همراهی از این برادرها گپ میزنین شما شهامت اونا رو میبینین و اونا دائم بر ما این موضوع ذکر میکنن که ما در ایران قدم ماندیم، خون ما به اصطلاح در ایران اگر شهید هم شویم ما کدام ترس و هراسی نداریم. پرابلم عمده و اساسی مردم افغانستان است که ما اتحاد اتفاق نداریم. اگر شما ببینین امی بمباردی که قوای ناتو بالای قوای پاکستانی که شما ببینین که تیم لایرهای پاکستانی یک طرف، دخترها دیگر طرف
مردم عادی دیگر طرف با مظاهرات یعنی اقدام کردن. ما نمیفهم که چرا موضوعات ملی بین ما و شما چرا قدر به شکل جدی ما همراهش معامله نمیکنیم.